مصطفی عزیز محمدов از سن 10 سالگیش به تمرین مشغول شده است. او به خورده خود نگاه نکرده همیشه کوشش می‌نمود که نسبت همسبقانش پیش قدم باشد. او دائم کوشش می‌نمود که از استادانش نازکی‌های ورزش را آموزد تا در آینده سرمشق کار خود نماید. محض همین چالاکی او سبب شد که در رشته ورزش موآی‌تای چندین مرتبه در مسابقه‌ها اشتراک نموده صاحب جای‌های نمایان گشته است. اولین مسابقه که من در آن اشتراک کردم، من خیلی در خود نوباوری را حس کردم و سزاوار جای سوم گشتم. بعداً فهمیدم که ورزشگر نباید هر یک ورزشگر در خود حس نوباوری را داشته باشد. مصطفی یکی از ورزشکاران جمهوری تاجیکستان بوده. وقت ساعت خود را بسیارتر به مشق و تمرین می‌گذراند. ما از او در آینده امید کلان داریم که پرچم تاجیکستان را و نام تاجیکستان را خواهد برداشت. چون مسابقه ها بیشتر گردیدند، مصطفی علاقه می توانست در آن اشتراک نماید. این جوان دلیر و شجاع رشته محاربه های آمیخته را انتخاب نمود و تمرین همه روزش را در این رویه مستحکم نمود. من از صنف چهارمین به نمود تایسکی باکس یعنی باکس تایلندی در آمده مشق خود را یعنی نامزد استاد ورزش شده و بعداً با محاربه های آمیخته داخل شده مشق و تمرینم را ادامه داده شدم. از سبب که در نمود موآی‌تای یعنی باکس تایلندی تنها در یعنی در استویکه جنگ میکنند، در آن گوشتین نیست. از همین سبب من خواستم که یعنی همین گوشتینم را نقص کنم. در آمده در محاربه های آمیخته مشق کردم. مصطفی عزیز محمدov در محاربه هایی که رقیبش نسبت او از جهت تجربه پرقوت بود کوشش می نمود که تجربه اش را استفاده برد و حریفانش را شکست دهد، زیرا برابر روی میدان ورزش آمدن به خود باوری داشت. اولین محاربه من سال 2007 بود. در همین شهر دوشنبه مسابقه جمهوری بود اوید با موآی‌تای. من در آنجا جای سوم را سزاوار گشتم. نقشه های من در آینده همین است که من بیرون از جمهوری اشتراک کرده سزاوار جای اول گردم و نام تاجیکستان را، پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. این ورزشکار جوان و چالاک در آینده مقصد دارد که در مسابقه های داخلی و بیرون از وطنمان اشتراک نماید و پرچم تاجیکستان عزیزمان را بلند بردارد تا میان همسالانش نمونه عبرت باشد.